سلام به همگی. امروز می‌خوایم دو تا راه خیلی متفاوت اما به همون اندازه جالب برای کارآفرین شدن رو با هم ببینیم. یکیش اینه که وارد یک کسب و کار خانوادگی بشی و اون یکی اینه که یه بیزینس آماده رو بخری. هر کدوم داستان خودشون رو دارن، مزایا و چالش‌های خودشون. پس بیایید ببینیم کدوم مسیر میتونه برای شما بهتر باشه. خب بذارید با یه سوال جالب شروع کنیم. به این سه تا اسم فکر کنین. غول خرده فروشی یعنی والمارت، خودروساز افسانه‌ای فورد و اون پیتزا فروشی دنج و دوست داشتنی محلتون. به نظرتون اینا چه نقطه مشترکی میتونن داشته باشن؟ جوابش شاید غافلگیرتون کنه. به احتمال خیلی زیاد همه‌شون کسب و کارهای خانوادگی هن. بله، درست شنیدید. جالبه بدونید که بیش از نصف کل شرکت‌ها تو آمریکا توسط خانواده‌ها اداره میشن. این خودش نشون میده که این مدل چقدر توی اقتصاد ریشه داره و چقدر میتونه قدرتمند باشه. و این حرف ما رو میرسونه به یه مثال خیلی کلاسیک و عالی، شرکت دیتس و واتسون. ببینید این فقط یه شرکت ساده نیست، یه جورایی داستان یه میراث خانوادگیه. 4 نسل از سال 1939 پشت فرمون این شرکت بودن و اون رو از یه کارگاه کوچیک تبدیل کردن به یه برند ملی که الان همه میشناسنش. خب پس بریم سراغ مسیر اول. توی بخش اول میخوایم یه شیرجه بزنیم به دنیای پیچیده و در این حال جذاب کسب و کارهای خانوادگی. ببینیم اصلاً چطوری خانواده‌ها بیزینس‌هایی میسازن که نسل به نسل ادامه پیدا میکنه. داستان دیتس و واتسون واقعاً مثل یه رمان میمونه. همه چیز از سال 1939 با گودلیو دیتس شروع شد. بعد دخترش که همه بهش میگفتن مامان دیتس از 14 سالگی اومد توی شرکت و انگار شد قلب تپنده اونجا. نسل سوم که اومد کار رو حسابی گسترش داد و شرکت رو ملی کرد. و بعد نسل چهارم با ایده‌های خیلی جسورانه مثل اون تبلیغ معروفشون تو سوپربول نشون داد که چطور میشه سنت رو با نوآوری‌های امروزی قاطی کرد و همچنان تو اوج موند. عجب داستانی. اما یه لحظه فکر نکنید که کسب و کارهای خانوادگی فقط داستانهای قدیمی و خاک خورده دارن ها. اصلاً به داستان خواهران نیکی هاوارد و جکی رایت نگاه کنید. این دو نفر وقتی به خاطر تعطیلی دولت از کار بیکار شدن، یه بحران رو تبدیل به یه فرصت فوق‌العاده کردن و کسب و کار موفق چیزکیک مرخصی رو راه انداختن. این یعنی این مدل بیزینس هنوز هم کاملاً زنده و پویاست. ولی خب ترکیب کردن خانواده و کسب و کار همیشه هم مثل خوردن یه تیکه چیزکیک شیرین نیست. گاهی وقتا میتونه خیلی هم تلخ باشه. اینجاست که میرسیم به بخش دوم، شمشیر دولبه. حالا به این تصویر نگاه کنید. این قشنگ تضاد ذاتی بین این دوتا دنیا رو نشون میده. از یه طرف اهداف خانواده روی مراقبت، اتحاد و ثبات تمرکز داره. ولی از طرف دیگه اهداف کسب و کار چیه؟ سود، رقابت، انعطاف پذیری. راحت میشه دید که این دوتا نیرو چطور میتونن با هم در تضاد قرار بگیرن و کلی تنش ایجاد کنن، نه؟ این تضاد رو توی مدل 3 دایره‌ای خیلی خوب میشه دید. فرض کنین شما هم فرزند خانواده اید، هم مالک شرکت و هم کارمند یا مدیر اونجا. خب به عنوان یه عضو خانواده نگران روابط و دلخوریا هستید. به عنوان مالک دنبال بازگشت سرمایه و سود بیشتر هستید. و به عنوان کارمند باید تصمیمات سختی بگیرید که شاید بقیه دوست نداشته باشن. وقتی یه نفر همزمان 3 تا کلاه سرش، انگیزه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها واقعاً پیچیده میشه. پس خلاصه کلام اینه که درگیر بودن خانواده توی بیزینس هم نکات مثبت داره و هم منفی. از یه طرف شما اعتماد، وفاداری و یه تعهد بلند مدت دارید که این خودش یه مزیت رقابتی فوق‌العاده است. اما از طرف دیگه ممکنه کارمندای غیر خانوادگی بهتون بی‌اعتماد بشن. نسل‌های بعدی احساس کنن حقشون همه چی رو داشته باشن و مشکلات ارتباطی به وجود بیاد که میتونه کل شرکت رو به خطر بندازه. خب با این همه پیچیدگی پس کسب و کارهای خانوادگی موفق چطور دوام میارن و این تعادل رو حفظ میکنن؟ بریم سراغ بخش سوم و ببینیم چطور میشه این چالش‌ها رو مدیریت کرد. اونها از یه چارچوب مدیریتی خیلی هوشمندانه استفاده میکنن. این فرایند دقیقاً مثل ساختن یه خونه محکمه. اول با گردهمای خانوادگی شروع میشه که مثل پیریزی ساختمونه، جایی که همه خیلی غیر رسمی حرفاشون رو میزنن. بعد میرسه به شورای خانوادگی که رسمی تره و مثل نقشه ساختمونه و در نهایت به اساسنامه خانوادگی میرسن که یه سند مکتوبه و مثل قوانین خونه عمل میکنه. این اساسنامه به همه کمک میکنه تو شرایط بحرانی بدونن باید چیکار کنن.
شاید بزرگترین و سخت‌ترین چالش انتقال مشعل از یه نسل به نسل بعد باشه و اینجاست که میرسیم به بخش چهارم، واگذاری میراث. دقیقاً همینجاست که خیلی از کسب و کارهای خانوادگی شکست میخورن. یه نظرسنجی از شرکت PwC عمق این مشکل رو خیلی قشنگ نشون میده. تو این نظرسنجی میگه چون همه با این موضوع راحت نیستن، برنامه‌های جانشینی اغلب غیر رسمی، ضعیف و یا حداقل به درستی اطلاع رسانی نمیشن. این جمله خودش زنگ خطره، یعنی خیلی از خانواده‌ها اصلا برای آینده آماده نیستن. و ببینید، این یه گفتگوی دو طرف است. نسل بزرگتر باید از خودشون بپرسن بچه‌های من واقعا این کار رو میخوان یا فقط از روی احساس وظیفه است؟ اصلا برای رهبری آماده‌ان؟ از اون طرف نسل بعدی هم باید با خودش صادق باشه. من واقعا اینو میخوام یا بهتر اول برم بیرون از اینجا تجربه کسب کنم؟ جواب دادن به این سوالای حیاتیه که آینده شرکت رو تعیین میکنه. خب تا اینجا ما فقط در مورد یه مسیر حرف زدیم. اما اگه شما جزو اون دسته از آدم‌هایی نیستید که قراره یک کسب و کار رو به ارث ببرن چی؟ نگران نباشید. یه مسیر هیجان انگیز دیگه هم برای کارآفرین شدن وجود داره. و این ما رو میرسونه به بخش پنجم، مسیر دوم، یعنی خریدن یک کسب و کار آماده. این راهی برای کارآفرین شدنه که شاید ریسکش کمتر باشه، اما خب چالش‌های خیلی خاص خودش رو هم داره. مثلا به داستان تایلر دایک نگاه کنید. اون بعد از یه مدت کار کردن تو شرکت‌های بزرگ، به جای اینکه از صفر شروع کنه، یک کسب و کار فایبرگلاس که از قبل وجود داشت رو خرید و با ایده‌های جدید یه خون تازه تو رگ‌هاش تزریق کرد. این یه راه فوق‌العاده برای کارآفرین شدنه. اصلا چرا آدم باید یه بیزینس آماده رو بخره؟ چون شما از خیلی از دردسرها و عدم قطعیت‌های استارتاپ راحت میشید. شما از روز اول عملیات جاری، مشتری‌های وفادار و یه برند شناخته شده رو تحویل میگیرید. تازه ممکنه بتونید با قیمت خیلی خوبی معامله کنید و خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید به سود برسید. اما قبل از هر خریدی یک کلمه کلیدی هست که باید مثل ذکر روزانه‌تون تکرارش کنید. ارزیابی موشکافانه یا همون دیو دیلیجنس. یعنی چی؟ یعنی به کار بردن دقت و وسواس معقول توی تحقیق و ارزیابی یه فرصت تجاری. این مرحله رو به هیچ وجه تأکید میکنم، به هیچ وجه نباید سرسری بگیرید، چون میتونه شما رو از یه فاجعه مالی تمام عیار نجات بده. و این چک لیست ارزیابی موشکافانه دقیقاً برای همینه. باید قدم به قدم پیش برید. اول تمام اطلاعات مالی رو زیر و رو کنید تا مطمئن بشید شرکت واقعاً سودده. دوم، عملیات و ساختار کسب و کار رو بررسی کنید تا بفهمید چرخدنده‌هاش چطور کار میکنن. سوم، تمام قراردادهای مهم رو با دقت بخونید تا از تعهدات شرکت باخبر بشید. و در نهایت اطلاعات مشتری‌ها و کارمندا رو چک کنید و مطمئن بشید هیچ مشکل قانونی پنهانی وجود نداره. خب، در نهایت به این سوال اساسی میرسیم. شما کدوم مسیر رو انتخاب میکنید؟ ساختن یه میراث از درون یه خانواده با تمام چالش‌ها و پاداش‌هاش، یا خریدن یه فرصت برای اینکه میراث کاملا شخصی خودتون رو بسازید؟ این سوالیه که فقط خودتون میتونید بهش جواب بدید. امیدوارم این بررسی بهتون کمک کرده باشه تا مسیر خودتون رو پیدا کنید.